با سلام و روز بخیر مجدد. یکی دیگه از روش‌های مهاجرت به کانادا رو خدمتتون توضیح میدم. این روش برنامه آنترپرنور یا کارآفرینی در کانادا هست. کسانی که صاحب مشاغل یا دارای سابقه مدیریت یک بیزنس باشن میتونن از این روش اقدام بکنن در صورتی که یک سرمایه یا دارایی نشون بدن که به ارزش 300 تا 350 هزار دلار کانادا باشه و از راه قانونی به دست اومده باشه. روش آنترپرنور یا کارآفرینی به این شکل هستش که شما میتونید مدیر یک بیزنس باشید یا این بیزنس یا تجارت متعلق به خودتون باشه یا متعلق به شخص دیگه ای باشه. در هر صورت واجد شرایط خواهید شد و میتونه این بیزنس یه مزرعه حتی باشه، میتونه کشاورزی، دامداری یا هر بیزنس دیگه ای باشه. مهم اینه که شما به عنوان یک شخص مدیر موفق بتونید خودتون رو ثابت بکنید. شرایطی که داره فقط یک کاندیشنی روی این موضوع هست. شما از این روش میتونید اقدام بکنید، هیچ پولی به دولت کانادا پرداخت نمی کنید، هیچ ودیعه، هیچ سرمایه گذاری وجود نداره. شما خودتون کاملا مسئول هستید که بیاید اینجا و سرمایه گذاری رو انجام بدید. فقط یک نکته‌ای که روی این برنامه هستش اینه کاندیشن داره، یعنی شرط داره. شما وقتی که از این روش اقدام کردید و قبول شدید و وارد کانادا شدید، از زمان لنددتون در کانادا به مدت 2 سال دولت کانادا به شما وقت میدن که یک بیزنسی رو اینجا راه بندازید. بیزنسی هم که راه میندازید یا برنامه ریزیشون میکنید باید تقریبا مرتبط باشه با سابقه کاری که شما ادعا کردید در پرونده‌تون. بنابراین حتما یادتون باشه که شما این شرط رو دارید و اگر این شرط رو اجرا نکنید متاسفانه باید خاک کانادا رو ترک کنید. بنابراین وقتی هم که شما این بیزنس رو انجام میدید حتما باید یک نفر که مقیم کانادا هست غیر از افراد فامیل رو استخدام کنید و اسمش رو به دولت اعلام کنید تا کاندیشنتون برداشته بشه و بعد از اون 2 سال شما میتونید اقامت دائمیتون رو بگیرید. از اول هم که تشریف میارید لندد میشید با کاندیشن میاید، میتونید خانوادتون هم با خودتون بیارین، اصلا معنی ندارین. در طول اون 2 سال میتونید تحصیل کنید، از بیمه استفاده کنید و بچه هاتون تحصیل کنن، کار کنید و کلیه یک شرایط مساوی رو با یک پرمننت رزیدنت دارین. فقط اون شرط رو باید رعایت کنید. روش دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم روش سلف ایمپلوید یا روش کارآفرینی هست. روش کارآفرینی به این شکل هستش که یک شخصی که دارای مدرک بین‌المللی، مدرک یا حتی درجه یا مدال بین‌المللی ورزشی یا هنری باشه، پس دقت کنین، یا در هنر یا در ورزش در یکی از این 2 تا دارای درجه و رتبه جهانی باشید و مطرح باشید و کارهای مختلفی ارائه داده باشید که قابل ارزش برای از سطح بین‌المللی باشن، میتونین از این روش اقدام کنین بدون اینکه هیچ سرمایه گذاری نیاز باشه در اینجا انجام بدید و بدون اینکه هیچ کاندیشنی داشته باشید. خیلی روش بسیار خوبی هست واسه شما، فقط اثبات کردن اون رتبه و درجه‌تون مهم هست. در ضمن اینو بگم خدمتون، شما از همین هر 2 تا روش آنترپرنور و سلف امپلوید یعنی کارآفرین و خود اشتغال هم از طریق دولت فدرال میتونید اقدام کنید هم از طریق استان کبک. دولت فدرال یه مقدار برنامه‌اش طولانی تر هست واسه آنترپرنور و سلف امپلوید و یک پرانتز اینجا باز کنم، در این تاریخ که من این ویدیو رو میگیرم آگوست 2011 در حال حاضر برنامه آنترپرنور فدرال به صورت موقتی بسته شده و با اطلاع ثانوی این برنامه دوباره باز میشه، ولی در حال حاضر میتونید از طریق استان کبک اقدام کنید. اما سالیان سال اینجوری بوده، هم استان کبک هم استان فدرال هر 2 تا برنامه رو با شرایط مساوی داشتن و همچنان هم دارن اقدام به جذب مهاجرت میکنن. اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به دست بیارید و سوالاتتون رو مطرح کنید، ما حتما پاسخگو خواهیم بود. وبسایت ما www.canadacis.com. روزتون بخیر.